قبلا اگه همچین اتفاقی برام میافتاد واقعا دوباره یوتیوب آپلود میکردم، دیگه ویدیو نمیذاشتم. سلام دوستان، چطورید؟ حالتون چطوره آقا؟ آقا میخوام براتون یه چی تعریف کنم. گفتم مامدی افتاد وسیلم، حوصله ندارم لباس بپوشم، این سوشرت خوبه. بریم با هم دیگه یه مغازه و بیایم. ایوا لباسام معلوم شد اونجا پهنه. بریم با هم به مغازه و بیایم تو راه براتون تعریف کنم چه داستانایی که برام اتفاق نیفتاد این مدت. آقا ازم کلاهبرداری کردن، یعنی راست میشه گفت ازمون کلاهبرداری کردن. یه پول خیلی گنده ای از دست دادیم و الان با شرایط کنار اومدم. 2-3 روزی میگذره ازش. الان باز یه حس خفگی بهم تو خونه دست داده بود. دارم میرم مغازه خرکی بخرم. بابا بیاد. تو خونه نشسته بودم دیدم به شدت دلم خرمالو چه نوری خرمالو با انار میخواد. دم برم بگیرم چی میخواد بشه. زندگی و همین دلخوشی های کوچیکش بهتر از مشروب و سیگار و اینجور چیزاست. دوست ناباب و خلاف و اینجور چیزاست. جهنم. بیخیال رجیم. مهم اینه که روحیه خودمون حفظ کنیم. صورتم تاریکه شانس من. صبح هم نرم تو درخت. داستان‌های من و این پاپا آنتونیا تمامی نداره. هر سری هم میام اینجا یادم میفته بهم میگن فیلم نگیر و من با سرتقیت در چه تمام فیلمو میگیرم. یه ویدیو گرفته بودم توش در مورد این صحبت میگردم که یکی از دوستانم فوت کرده، ولی فکر نمی‌کنم بتونم پستش کنم. چند سال پیش ما اینجا یه خرمالو داشتیم، برای من اصلا شوک فرهنگی بود، اصلا گس نبود. دیگه از اونا نیست. هم که انبو چند تا هم انار بگیرم. انارو اینجا باید حواست باشه یه دونه کرم خوردگی نداشته باشه، یه دونه هم کپک نشه باشه، بگم توشون خیلی خرابه. آقا من برگشتم، 2 تا مشمع خرید داشتم، زیاد نباید دست بزنم که خشخش مونه، تولید ناهنجاری داره. 4 یورو هم بقیه داشتم چون کیف نبرده بودم، کل مسیر رو دستم بود. این چند مدت بدون عینک خوبه یا با عینک؟ تو این چند مدت چه مثلا شاید 3 هفته اخیر کم شرایط عجیبه، حال رویم شاید خوب نباشه، نمیدونم، شاید حال رویم خوبه، حوصله ندارم، نمیدونم، کم همه چی برام عجیبه، سخت میگذره، تلاش میکنم که همه چی رو خوب کنم. شاید کسی بگه تو که مشکل نداری، ولی خب حس میکنم این هم برای من همه چی زیاده. امروز یه خانومی رو دیدم برای خودش مطمئنم همه چی اوکی بود. برای خودش مطمئنم همه چی اوکی بود. برای من بود یه ذره عجیب بود. یه دونه فقط جلو دندون داشت و یه طرف خیلی تحسینش میکنم، اوکی بود خودش، حال روحیش خوب بود، دمش گرم، مشکلات مجالات دله میکرد، ولی حال روحیش خیلی خوب بود. و من ازش پرسیدم که شرایط صورتی رو نگفتم و یه باید نسبت به شناختی که بهش دارم توی مسئله که مثلا جای زندگی شرایط و اینا یکم میدونم سخته، خودم اجازه دادم پرسیدم که مثلا شرایط اوکیه، مثلا میدونم اونجا سخته اون زندگی یا مثلا اون خونه اون منطقه. گفت آره من فلان جایی هستم، یه کشوری رو اسم برد. من تو مغزم اینجوری بود که خب یعنی چی؟ ولی من مثلا حس کردم، مثلا میدیم ما هم بعضی وقتا این اتفاق افتاده، یه جایی میریم طرف میگن آره این سخته تو میتونی تحمل کنی، یه دوستی یا میگه من ایرانی اما
من از فلان جای جوری این خانم من گفت من فلان جایی هستم و انگار که مثلا من از وسط جنگ اومدم، از شرایط سخت اومدم اینجا الان بهشته. نمیدونم ولی دمش گرم خیلی قوی بود. اصلا نمیدونم چرا الان دارم اونو میگم، دارم تحسینش میکنم و به خودم میگم که نگاه مردم چقدر قوی ها اراده دارن. خریدم و نشون بدم تا بریم بحث کلاهبرداری که ازم شده. انار خریدم، 2 تا اینجوری انار خریدم، 4 یورو 14 سنت. 2 تا دونه خرمالی گرفتم که هنوزم سفتن، شاید 2 روز احتیاج باشه بمونن. یکی شاید تا لک داره. من این لک رو یعنی ندیدم، این همه میبار نمیکنم باز این لک رو ندیدم. یعنی سبزیخت کوری مگه. کیلوی 5 یورو 95. این دوتا 460 گرم و 2 یورو 75 شده. یه دونه به خریدم، یه دونه ویدیو دیدم تو اینستا یا یوتیوب که دسر مورد علاقه خرم سلطان رو درست کرده بود که به ترکیش میشه آیوا میوسه چیز، به دسرش هم میشه تاتلی. دستم داره میلرزه، گذاشته بودم رو میز میلرزید، الان نمیلرزه. الان نمیلرزه، نمیدونم معلومه یا نه. یا اصلا اینجوری الان دارم از قصد میلرزونم، اینجوری میلرزید. الان نمیلرزه. نمیدونم چرا، یعنی مثلا هیچ دلیلی هم نمیبینم براش. خب یه استرسی که حس میکنی، زوم نمیشه کرد، حس میکنی یه اتفاق قرار بیفته ولی هیچ اتفاق نیفتاده. هم چه حسی دارم. حالا میگم به حسن خریدم 3 تا دونه هم کیوی خریدم، 1 یورو 400 گرمه. اینجوری برچسب داره. اینم از منگوهای اینجا، انبه های اینجا که سبزه، از اون گونه زرد ندارن. اون گونه زردا یه فصلی میان اینجا و فصلی هن و خیلی گرون ترن و کیلویی مثلا بعضی وقتا که خیلی زیاد حالا مثلا فراوونی میشه 10-15 یوروه، ولی وقتی که نیستش و میوه خاص، الان مثلا میری اگه آلفا مگا داره کیلو 25 یوروه. حس میکنم به و اشتباه زده 18 سنت شده، یعنی کیلوی 58 سنته ولی به و زده لیمو. نگاه نمیشه لیمونیا سای، یعنی لیمو قبرسی، کیلویی 58 سنت، 300 گرمش 18 سنت، ولی به و اشتباه زده. منگو هم که اینجا دوست، منگو هم انبه هم نیم کیلویش شده 1.60. یه دونه نوری خریدم که با هم دیگه سوشی درست کنیم. این پشتش نوشته 14 گرم. چند روز پیش من رفته بودم یه جا دیگه یه دونه وسیله بگیرم، این پشتش نوشته 20 گرم و حس این 14 گرم یا 5 تا دارن. اینجا نوشته 5 تا داره توش. اون به نظرم حس کردم مثلا دست می‌زدم میگم ضخیم‌تر بود، به نظرم 10 تا داره و قیمتش خیلی خوب 3 یورو و نیم بود. این 2 یورو و نیمه. میخوام با هم دیگه سوشی درست کنیم و بهتون یاد دادم که چون بدون وسایل آنچنانی هم میشه سوشی درست کرد. تون ماهی داخل آب گرفتم. این قسمتش که این کاغذ زرد داره نمیشه که داخل آبه. 7 آپ گرفتم. بالاخره چی میگن؟ یه چی بود گفت طرف خوشگذروندم هزینه داره. هرچی فکر کنم یادم نمیاد. 2 تا کراب میت استیک گرفتم که حالا این نمیشه. کراب استیکس گرفتم. کراب استیک خرچنگه، میشه مثلا فیله خرچنگ، ولی باور کنید من بعد از این همه سال شک دارم این فیله خرچنگ باشه، ولی همه میگن واقعا فیله خرچنگه چون یخ زده است ارزونه. ولی من همیشه میگم اگه فیله خرچنگ میشه انقدر ارزون باشه، ولی میگن که میشه. این 3 هفته که میگم همه شرایط عجیب بود و اینا، من به جای اینکه خب خوردنم یه اعتیاده دیگه، چاقی هم یه اعتیاده، بیخیال که میشم میخورم. نه این مدت خوردم
قبقبم تو ویدیوها معلومه. دوست ندارم ویدیو بگیرم. یه خریدم، باسی خریدم برای خودم با یه برنج. پلاستیکارم با خودمون میبریم هر سری ما بریم سوپرمارکت که پول پلاستیک دوباره ندیم. حالا چند 6 سن 7 سن. پلاستیک کمتر مصرف کنیم. طعم جدید گرفتم. یک کم ترشه. ما اول پیشنهاد کاری دادن، بعد که ما اون پیشنهاد قبول کردیم با مثلا گذشت چند روز گفتن که آره بیاین، مثلا پرداختم داشتن، بیاین اکانت پریمیر بگیرین. شما مثلا میتونید مثلا ببین نمیدونم شاید مثل هم باشه، شاید هم فرق داشته باشه. مثلا این الان این چیزایی که تو ایران هست میگن بیا تو نمایندگی بگیر، اینو بفروش، اون کارو کن، این کارو کن. اینجا هم میگن تو بیا این اکانت بگیر، این کارو کن، باش اون کارو کن. حالا جنسی نمیفروشی ولی همون جوریه تقریبا. یه چیزیه، یه ارائه خدماتی بهت دارن که باعث میشه تو فکر کنی که آره درسته، ولی بعدن ازت پول میخوان. این پول خواستنه پولت میره. این بود. تا جایی که میتونید به کسی پول ندین، تا جایی که میتونید به فضای مجازی اعتماد نکنید، به کارهای مجازی اعتماد نکنید. جایی که میدونید مشکوکن برید سرتایش رو هم بیارید. به سایت هایی که مشکوکن اعتماد نکنید. پول چی میگن، یکی میاد میگه فلان چیز اتفاق افتاده، فلان کارو کنیم بیاید انجام بدیم، نکنید. اعتماد در کل مواظب باشید. اتفاقی برام افتاده تا بعدا مثلا ناراحت نشید از کاری که شده. الان هم بعد از چند روز حالم خیلی خوبه. یه اتفاقی افتاده دیگه این کارو نمیکنم. درام بنویسید آیا همچین اتفاقی بر شما افتاده؟ اگه نظری داشتین برام بنویسین. تو ویدیو بعدی میخوام آشپزی کنم، میخوام بهتون سوشی یاد بدم، کافه ها رو میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم. میدونید که هم بی‌حوصله‌ام. قبقبم در اومده، حوصله ندارم ویدیو بگیرم. اگه یه ذره قبقبم آب بشه، اگر اینا بذارن قبقبم آب بشه ویدیو میگیریم با هم دیگه. قبلا اگه همچین اتفاقی برام میافتاد واقعا دوباره یوتیوب رو فیلم میکردم، دیگه ویدیو نمیذاشتم. ولی چون قبلا یه بار این کارو کردم، ویدیو ساختم، بعد دوباره اومدم ولش کردم و پشیمون شدم، الان این سری این کار نمیکنم و خیلی خوشحالم که اینجا رو دارم. الان اومدم با یکی حرف زدم، تقریبا حرفامو گفتم. شاید ازش فیدبک بگیرم، شاید برام کامنت بذارید. در کل خوشحالم که هستید و مرسی که هستید. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.